سوره غافیر یعنی آمرزنده در مکه نازل شد. 85 آیت است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده و مهربان. حمیم. حامیم. ذکر حرفهای مقطعه در اول سوره بقره گذشت. تنزیل الكتاب من الله العزیز العلیم. نزول کتاب یعنی این کتاب از سوی الله شکست ناپذیر داناست. غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا اله الا هو الیه المصیر. آمرزنده گناه و توبه پذیر، سخت کیفر یعنی سخت عقوبت و نعمت بخش است. هیچ معبود به حق جز او نیست و بازگشتی همه ما به سوی اوست. ما یجادل فی آیات الله الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد. تنها کافران هستند که درباره آیات الهی جدال یعنی مجادله می کنند. پس مبادا رفت و آمدنشان در شهرها برای تجارت و بهره‌مندیشان از نعمتهای دنیا تو را بفریبد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. پیش از آنان قوم نوح و پس از آنان نیز گروه های دیگری همچون قوم عاد و ثمود و لوط نیز پیامبرانشان را دروغگو شمردند و هر قوم خواست پیامبرش را دستگیر کند و به قتل برساند. آنان به باطل مجادله کردند تا بدان وسیله حق را از میان بردارند. من نیز آنان را عذاب کردم، یعنی پس بین کرد که عذاب من چگونه بود. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. و فرمان عذاب پروردگارت درباره کافران این چنین به تحقق پیوست که آنان اهل آتشند. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. فرشتگانی که عرش را حمل می کنند یعنی می بردارند و آنان که گرد آن حلقه زده اند پروردگارشان را به پاکی می ستایند و به او ایمان دارند و یعنی این گونه برای اهل ایمان آمرزش می خواهند. پروردگارا رحمت و دانشت هر چیز را فرا گرفته است، پس کسانی را که توبه کردند و پیروی راه تو شدند بیامرز و از عذاب دوزخ نگه دار. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. پروردگارا آنان و پدران یعنی و مادران و همسران و فرزندان صالحشان را در باغ‌های جاویدانی بهشت که وعده داده ای داخل کن که بی تردید تو شکست ناپذیر و حکیمی. وقهم السیئات ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظیم. بار الها آنان را از بدیها حفظ کن و هر کی را در آن روز
از بدی ها نگه داری، فرا گرفته رحمتت قرار داده ای. این همان کامیابی بزرگ است. یعنی آنان را از عذاب ها حفظ کن که هر کی را در آن روز از عذاب ها حفظ کنی بر او رحمت آورده ای و آن کامیابی بزرگ است. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. و کافران را در دوزخ ندا می دهند که دشمنی و خشم الله تعالی سخت‌تر از دشمنی و خشم شما نسبت به خودتان است، چرا که به ایمان دعوت می شدید ولی یعنی با دشمنی نسبت به خود عقیده توحید را انکار می کردید. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. آنان در پاسخ می گویند پروردگارا ما را دوبار می راندی و دوبار زنده کردی، پس اکنون که به گناهان خود اعتراف کردیم آیا راه برای خروج از دوزخ وجود دارد؟ ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. به آنان گفته می شود این عذاب بدان سبب است که چون الله تعالی به یکتایی خوانده می شد این کار می کردید، ولی اگر به او شرک آورده می شد ایمان می آوردید. اکنون داوری از آن الله بلند مرتبه بزرگ است. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. اوست که نشانه های بزرگ قدرت خود را به شما ای آدمان نشان می دهد و برایتان از آسمان رزق و روزی می فرستد. تنها کسی پند می گیرد که به یگانگی الله و عبادت خالص رجوع می کند، یعنی رو به سوی الله می آورد. تفسیر طبری. فادعوا الله مخلصین له الدین ولو کره الكافرون. تنها الله را با اخلاص و اعتقاد بخوانید هرچند کافران ناخشنود باشند. رفیع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. او دارای درجات رفع و صاحب عرش است و به سوی هر یک از بندگانش که بخواهد با فرمان خویش وحی می فرستد تا به آنان درباره روز ملاقات هشدار دهد. یوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. آن روز که مردم حاضر و نمایان می شوند و چیزی از آنان بر الله تعالی پوشیده نخواهد ماند. الله تعالی می فرماید امروز فرمان روایی از آن کیست؟ آنگاه خود می فرماید از آن الله یگانه پیروزمند. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سریع الحساب. امروز هر کس در برابر آنچه کرده است پاداش داده می شود و هیچ ستمی در میان نیست. بیگمان الله تعالی در حساب رسی سریع است. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. با آنان در مورد روز قیامت که بسیار نزدیک است هشدار بده. آنگاه که از شدت وحشت جانها به گل و گاه می رسد در حالی که سرشار از اندوه شدند
در آن روز ستمگاران نه دوست مهربان دارند و نه شفیعی که سخنش پذیرفته شود. یعلم خائنة الاعین و ما تخفی الصدور. الله تعالی دزدانه نگاه کردن چشمها را و هر چی را که دلها پنهان می‌دارند می‌داند. یعنی ابن عباس رضی الله عنه در تفسیر این آیت گفته است مراد از این مرد است که بر اهل یک خانواده وارد می شود و در میانشان زنی زیبا است. پس چون غافل می شوند نگاهی دزدانه به سوی آن زن می افکند، در حالی که الله تعالی از دل وی آگاه است و می داند که او حتی دوست دارد کاش بر آن زن نزدیک می شد. روایت ابن ابی حاتم تفسیر ابن کثیر. والله یقضی بالحق والذین يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السمیع البصیر. الله تعالی به عدالت داوری می کند و معبودانی که یعنی مشرکان به جای الله تعالی عبادت می کنند هیچ گونه داوری ندارند، براستی که الله تعالی شنوا و بیناست. اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبة الذین كانوا من قبلهم كانوا هم اشد منهم قوة وآثارا في الارض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. آیا مشرکان در زمین گردش نکردند تا ببینند سرانجام کسانی که پیش از آنان بودند چگونه بوده است؟ آن اقوام گذشته نیرومندتر از اینها بودند و آثار و بناهای بیشتری در زمین پدید آوردند، اما الله تعالی آنان را به سبب گناهانشان عذاب کرد، در حالی که در برابر عذاب الله تعالی هیچ یار و مدافع نداشتند. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. این عذاب از آن سبب بود که پیامبرانشان با دلیل‌های روشن نزدشان آمدند، ولی پیامبرانشان را انکار کردند و الله هم آنان را به عذابش فرو گرفت. و هر آینه الله نیرومند است، کسی او را مغلوب نتواند کرد و سخت عقوبت است به کسانی که به او تعالی ایمان نآوردند و نافرمان برداری کردند. ولقد ارسلنا موسى بآیاتنا وسلطان مبین. ما موسی را با معجزات خود و دلیل قطعی فرستادیم. الى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. به سوی فرعون و هامان و قارون، ولی آنان گفتند او جادوگر دروغگوست. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. اما هنگامی که موسی معجزات الهی و دلیل‌های محکم را از جانب ما بر آنان نشان داد، فرعون و یارانش سرکشی کردند و گفتند پسران کسانی را که به موسی ایمان آوردند بکشید و زنانشان را برای کنیزی زنده نگه دارید، ولی نیرنگ کافران محکوم و فناست، یعنی گذرنده است. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. و فرعون به بزرگان قومش گفت بگذارید مرا تا موسی را بکشم و او پروردگار خود را به یاری طلبد، چطوری که او گمان میکند که پروردگارش او را به سوی ما فرستاده است و او را از ما نگه می دارد. می ترسم که موسی
دینتان را دیگرگون کند یا در این سرزمین مصر فساد برانگیزد. تفسیر ابن کثیر. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. موسی گفت من از شر هر متکبری که به روز حساب باور ندارد به پروردگار خویش و پروردگار شما پناه میبرم. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. و مرد مومن از خانواده فرعون که ایمانش را پنهان می داشت گفت آیا می خواهید این مرد را فقط به خاطر این جرم بکشید که می گوید پروردگارم الله تعالی است و در تایید سخنش نیز دلیل های روشنی از سوی پروردگارتان برای شما آورده است؟ اگر دروغگو باشد گناه دروغش بر عهده خودی است و اگر راست گفته باشد دست کم برخی از عذاب‌هایی که وعده می‌دهد به شما خواهد رسید. یا قوم لكم الملك اليوم ظاهرین فی الارض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. آن مرد گفت ای قوم من امروز فرمان روایی از آن شماست. بر این سرزمین مصر غلبه دارد ولی اگر عذاب الله بر سر ما آید چه کسی یاری امان خواهد داد؟ فرعون گفت ای مردم شما را جز آنچه خود مصلحت میبینم راه ننمایم و جز به راه ثواب راهنمایی نکنم. یا در ترجمه دیگر فرعون گفت من فقط آنچه را صلاح میدانم میگویم و شما را به راه راست هدایت میکنم. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. و آن مردی که ایمان آورده بود گفت ای قوم من براستی من میترسم از آن روزی که بلاهای بر شما برسد هم مانند روز بر گروه های گذشته رسیده است اگر شما موسی را بکشید، یعنی گروه هایی که بر ضد پیامبرانشان مقابل برآمده بودند. مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. مانند شیوهی یعنی عذاب قوم نوح و عاد و ثمود و کسانی که بعد از آنان بودند، در حال الله تعالی ستم برای بندگانش نمی خواهد. و یا قوم انی اخاف علیکم یوم التناد. و ای قوم من بر شما از آن روزی می ترسم که مردم به فریاد از یکدیگر یاری می خواهند. یوم تولون مدبرین ما لكم من الله من عاصم ومن یضلل الله فما له من هاد. همان روزی که همگی از ترس به عقب باز می کردید و در برابر مجازات الله تعالی هیچ محافظ ندارد و هر کی را الله تعالی گمراه کند هیچ هدایتگری نخواهد داشت. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا
كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. پیش از این نیز یوسف با دلیل‌های روشن نزدتان آمد، اما شما از آنچه برایتان آورده بود پیوسته در شک بودید تا زمانی که از دنیا رفت و بر تردیدتان افزوده شد. آنگاه گفتید الله تعالی هرگز پس از وی پیامبری را مبعوث نخواهد کرد. الله تعالی اسرافکاری بدگمان را این گونه گمراه می سازد. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. کسانی که در مورد آیات الهی به آن که دلیل داشته باشد به مجادله برمیخیزد، یعنی رفتارشان نزد الله تعالی و مؤمنان سخت ناپسند است. الله تعالی این گونه بر دل هر متکبری خودکامه مهر غفلت میزند. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. فرعون به وزیرش گفت ای هامان برای من بنای بلند بساز، شاید به راه‌های برسم. أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. راه‌های در آسمان‌ها که مرا تا عرش الهی ببرد تا به معبود موسی بنگرم و از او تعالی آگاه شوم، هرچند من قطعاً او را دروغگو میپندارم. بدینسان زشتی کردار فرعون در نظرش آراسته گشت و از راه حق باز ماند و نیرنگ فرعون به زیان و تباهی انجامید. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون اهدكم سبيل الرشاد. آن مرد مومن گفت ای قوم من از من پیروی کنید تا شما را به راه راست هدایت کنم. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. ای قوم من این زندگی دنیا بهره اندک و زودگذر است و آخرت سرای جاودان است. من عمل سیئة فلا یجزى الا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. هر کس در این دنیا کاری بدی بکند در آخرت جز مانند عملش جزا نیابد و هر کس از مرد و زن که مؤمن باشد و عمل صالح به جای آورد پس آنها به بهشت داخل شوند و از نعمتهای جنت به حساب روزیشان دهند. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. ای قوم من چی شده که من شما را به راه نجات دعوت میکنم ولی شما مرا به آتش فرا میخوانید؟ تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. مرا دعوت میکنید که الله را انکار کنم و چیزی را که در قدرت با الله تعالی شریک گردانم که هیچ اطلاعی از آن ندارم، در حالی که من شما را به سوی پروردگاری شکستناپذیر و آمرزگار فرا میخوانم. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة
ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. بیشک آنچه شما مرا به بت‌هایتان دعوت میکنید نه حق دعوت در دنیا دارند و نه در آخرت و البته بازگشت ما به سوی الله برحق است و او هر یک عمل کننده را موافق عملشان جزای مناسب میدهد و حتما اسرافکارانی که با کفر و گناه و خونریزی ها از اندازه بیرون رفتند در جهنم باشند. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. بزودی سخنان مرا به یاد خواهید آورد و من کار خود را به الله تعالی واگذار میکنم زیرا الله تعالی نسبت به کردار بندگان بیناست. فوقاه الله سیئات ما مکروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. پس الله تعالی او را از آسیب دسیسه آنان حفظ نمود و عذاب سخت دامنگیر فرعونیان شد. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. همان آتشی که در قبرهایشان بامداد و شامگاه بر آن عرضه می شود و روزی که قیامت برپا گردد فرمان می رسد فرعونیان را در سخت‌ترین عذاب وارد کنید. و اذ یتحاجون فی النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. آنگاه که در آتش دوزخ کشمکش یعنی مجادله میکنند مردمانی زیر دست به راهبرانی گمراهگر میگویند ما پیرو شما بودیم آیا ممکن است بخشی از عذاب آتش را از ما دور کنید؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. رهبرانی گمراهگر میگویند بتردید همه ما در آتش خواهیم بود الله تعالی میان بندگانش داوری کرده است. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. و کسانی که در آتشند به نگهبانان دوزخ میگویند از پروردگارتان بخواهید که برای یک روز این عذاب را از ما بردارد. قالوا اولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين الا في ضلال. آنان پاسخ میدهند آیا پیامبرانتان با دلیل‌های روشن نزد شما نآمده بودند؟ دوزخیان میگویند بله و مأموران میگویند پس به نتیجه درخواست کنید که درخواست کافران مردود و تباه است یعنی و دعای کافران غیر آن که برباد رود چیزی دیگر نخواهد بود. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. بیگمان ما پیامبران خود و اهل ایمان را در زندگی دنیا و روزی که گواهان به شهادت برمیخیزند یاری میکنیم. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار.
روزی که عذرخواهی ستمکاران سود به حالشان نخواهد داشت. آنان از رحمت الهی بدورند و دشواری عذاب آخرت را در پیش دارند. ولقد آتینا موسی الهدى وأورثنا بنی اسرائیل الكتاب. ما به موسی مقام هدایت بخشیدیم و بنی اسرائیل را وارثان تورات قرار دادیم. هدى و ذکری لأولی الألباب. کتابی که برای خردمندان هدایت و پند است. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. پس ای پیامبر بر آزار مشرکان شکیبا باش. یعنی پس صبر کن ای رسول از آزار مشرکان که البته وعده الله حق است و هیچ خلاف در آن نیست و برای گناهت آمرزش بخواه و هر شام و سحر به سپاس و ستایش پروردگارت بپرداز. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. کسانی که در مورد آیات الهی به آن که دلیل در اختیارشان باشد به مجادله برمیخیزند، در دلهایشان غرور و تکبر است که هرگز بدان نخواهند رسید. پس از شر ایشان به الله تعالی پناه ببر که براستی او شنوا و بیناست. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بیگمان آفرینش آسمان و زمین از آفرینش مردم و از زنده گردانیدن آنها بعد از میراندنشان بزرگتر است، ولی بیشتری مردم نمیدانند که آفرینش همه مخلوقات بر الله تعالی آسان است. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. هرگز نابینا و بینا برابر نیستند و مؤمنان نکوکار با بدکاران یکسان نخواهند بود، ولی عده کمی از شما پند میپذیرید. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. بیگمان قیامت آمدنی است و در آن شبهه نیست، پس در آمدن آن شک نکنید، چنان که پیامبران به آن خبر دادند، ولی بیشتری مردم به آمدن قیامت ایمان نمی آورند و عمل نمی کنند. وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. پروردگارتان فرمود مرا بخوانید تا دعای شما را اجابت کنم. کسانی که از عبادت من سرکشی میکنند به زودی به خواری به جهنم وارد می شوند. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. الله تعالی است که شب را برایتان پدید آورد تا در آن آرامش یابید و روز را روشنی بخش قرار داد تا به تلاش پردازید. براستی الله تعالی نسبت به مردم لطف و بخشش دارد، ولی بیشتری مردم سپاس نمیگذارند. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. این است الله تعالی پروردگار شما که آفریننده هر موجودات هست، هیچ معبود به حق جز او نیست، پس چی گونه از پرستش او تعالی
منحریف می شود. یعنی پس چگونه از حق بیراحت آن می کنند؟ كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. به همین صورت کسانی که آیات الهی را انکار می کنند نیز از حق منحریف می گردند، یعنی از ایمان روی بر می گردانند. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. الله تعالی است که زمین را قرارگاه و آسمان را سرپناهتان مقرر داشت و شما را شکل بخشید و شکلهایتان را زیبا بیافرید و از نعمتهای پاکیزه به شما روزی داد. این است الله تعالی پروردگاری شما. پس پر برکت و بزرگوار است الله تعالی که پروردگاری جهانیان است. هو الحي لا اله الا هو فادعوه مخلصین له الدین الحمد لله رب العالمین. الله تعالی زنده و پاینده است و معبود به حق جز او نیست. پس او را با اعتقاد پوره، یعنی با اخلاص بخوانید. ستایش و سپاس مخصوص الله تعالی پروردگاری جهانیان است. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. بگو ای رسول برای مشرکان قوم خود، من نهی شدم که چیزهایی را که غیر الله بر حق می پرستید پرستش کنم، در حالی که از جانب پروردگارم برای من دلیل‌های روشن آمده است و به من فرمان داده شد که در برابر پروردگاری جهانیان کلاً تسلیم باشم. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. اوست که شما را از خاک و سپس از نطفه و آنگاه خونی بسته آفرید. سپس شما را به صورت کودک به دنیا می آورد و امکان می دهد تا به حد رشد و کمال نیرو برسد. سپس سالها زندگی می کند تا سال خورده می شود. برخی از شما دچار مرگ زودرس خواهند شد و به گروه دیگر امکان می دهد تا به اجل معین برسد. باشد که بیندیشد. والذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. اوست که زنده می کند و می میراند و هنگامی که چیزی را می خواهد تنها به او می گوید موجود شو، پس موجود می شود. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنا يصرفون. آیا ندیدی کسانی که درباره آیات الهی مجادله می کنند چگونه از راه حق منحریف می گردند؟ یعنی چگونه از راه حق کجرو می شوند؟ الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. کسانی که
کتاب آسمانی و پیام پیامبران ما را دروغ شمردند، به زودی نتیجه کردارشان را خواهند دانست. آنگاه که غول و زنجیر بر گردنشان قرار گرفته و کشیده می شوند، در آب جوش آمده و سپس در آتش دوزخ افروخته می شوند. ثم قیل لهم این ما کنتم تشركون. آنگاه به ایشان گفته می شود بت‌هایی که شریک الله تعالی قرار می دادید کجا هستند؟ من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. همان معبودانی که به جای الله تعالی عبادت می کردید آنان گویند از نظر ما ناپدید شدند، گویی که ما هرگز پیش از این چیزی را به پرستش نمی خواندیم. این گونه الله تعالی کافران را گمراه می کند. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. این عذاب از آن جهت است که به ناحق در زمین شادمانی و سرمستی می کردید و فخر می فروختید. ادخلوا ابواب جهنم خالدین فیها فبئس مثوى المتکبرین. اکنون از درهای جهنم وارد شوید و جاویدانه در آنجا بمانید و براستی که جایگاه متکبران چی بد جایگاه است. فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. ای رسول، پس صبر کن و در راه دعوت خود دوامت کن. البته وعده الله راست است. آنچه به تو وعده داده‌ایم زود است که برای تو آن را اجرا نماییم، یا بعضی از آن چیزها را یعنی عذاب را که به آن مشرکان وعده داده‌ایم به تو نشان می‌دهیم تا آن را مشاهده کنی، یا تو را پیش از فرا رسیدن عذاب بر آنها بمیرانیم. پس روز قیامت آنها به نزد ما بازگردانیده شوند و به سبب کفری که ورزیدند آنها را زود به عذاب سخت بچشانیم. ولقد ارسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. پیش از تو ای رسول بسیار پیامبران به سوی قومشان فرستاده ایم تا آنها را دعوت نمایند و بر آزار آنها صبر و طاقت کنند. از آنها داستانی بعضی را برایت گفته ایم و داستانی بعضی را نگفته ایم و همه پیامبران امر شده بودند که وحی الهی را به قومشان برسانند و هیچ پیامبری را نسزد که معجزه بیاورد مگر به فرمان الله تعالی. و چون فرمان الله برای عذاب تکذیب کنندگان در رسد میان پیامبران و دروغ برآورندگانشان بر حق داوری گردد و آنان که بر باطل بودند آنجا زیان خواهند دید. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون. الله است که چارپایان را برایتان آفرید تا به وسیله آنها منفعت برید، بر بعضیشان سوار شوید و از بعضیشان بخورید. ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون. و برای شما در آنها منفعت های است و تا به سوار شدن بر آنها
به مقصدی که در دل دارد به مکانهای دور برسد و بر آن چهارپایان در خشکی ها و نیز در کشتی ها در بحر سوار شود. و یریکم آیاته فأی آیات الله تنکرون. الله تعالی آیت روشن خویش را که دلالت بر قدرت و تدبیر او تعالی در خلقش می کند بر شما می نمایاند. پس کدام یک از آیات الله را انکار می کند و به آن اعتراف نمی کند؟ افلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. آیا این دروغ برآورندگان در زمین سیر نکردند تا بینگرند که عاقبت کسانی که پیامبرانشان را دروغ برآوردند پیش از آنها میزیستند چگونه بوده است؟ آنها مردمی بودند که نیرویشان بیشتر و آثارشان در روی زمین فراوانتر بود. پس آن چیزها از بیناها، باغها و کشتزارها که به دست می آوردند هنگام فرا رسیدن عذاب به آنها فایده نبخشید. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. چون پیامبرانشان با دلیل‌های روشن به سویشان آمدند، به علم و دانش خود از روی جهالتشان دلخوش بودند و آنچه را یعنی عذاب که مسخره‌اش می‌کردند آنها را عذاب فرا گرفت. در این آیت دلیل است بر این که هر یک علمی که اسلام را می‌شکند یا در آن عیب می‌افکند یا در صحتی آن شک می‌اندازد آن علم ناپسندیده و بد دیده شده است و اعتقاد کننده آن از پیروان محمد صلی الله علیه و سلم نیست. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشرکین. و چون عذاب ما را دیدند گفتند به الله یکتا ایمان آوردیم و به آن چیزهایی که شریک الله قرار داده بودیم کافر شدیم. فلم یک ینفعهم ایمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. اما آن هنگام که عذاب مرا دیدند دیگر ایمانشان برایشان فایده نبخشید، زیرا ایمانشان از روی ناچاری و مجبوری بود نه از روی اختیاری. این سنت الله است که میان بندگانش گذاشته است که ایمان آوردن هنگام مشاهده عذاب به حالشان فایده ندارد و کافران در آن روز از چشانیدن عذاب زیان می‌بینند. سوره غافر یعنی آمرزنده در مکه نازل شد. 85 آیت است.